28 میلیون و 800 هزار سال برای یک نماز قضا عذاب کرده میشه. گفتن برای یک نمازی که انسان بی پروایانه قضا میکنه. پس وای به حال بی نماز. پیغمبر خدا گفت میدانیم که یک روز قیامت برابر 1000 سال این دنیاست. وقتی آدمی که در نماز اینقدر بی پروا باشد، قضا خواند، 1000 عذرهای بی معنی را پیش میارد، لباسم بی نماز است، کار مشکل است، آب طهارت نیست، وقت خنک است، بعدا میخوانیمش. وقتی که اینقدر سالی دراز برای عذاب باشد، پس وای به آدمی که در دنیا بی نماز از دنیا میگذرد. وای به حالش، چه عذابی سخت و دردناکی برای او منتظر است. البته آگاه باشیم که هر چیزی که در دنیا